گاهی وقتا تو زندگی احساس میکنی که همه چیز روی دوشت سنگینی میکنه. این حس که هیچ چیزی تغییر نمیکنه، هیچ پیشرفتی حاصل نمیشه و همه چیز رو از دست دادی. یه وقتایی حتی فکر میکنی که دیگه جایی برای ادامه دادن نیست، که تلاش‌ها، رویاها و امیدات هیچ کدوم به جایی نمیرسن. اون لحظه ها، همون لحظه هایی که ممکنه احساس کنی فراموش شدی یا تو مسیر اشتباهی قرار گرفتی، دقیقاً همون جاییه که میتونه شروع یه تغییر بزرگ باشه. شاید خیلی وقتا به خودت گفتی چرا انقدر سخت میره؟ چرا هیچ چیز تو مسیری که میخوام پیش نمیره؟ اما بذار یه چیزی رو بهت بگم. تمام دستاوردهایی که بزرگترین انسانهای موفق به دست آوردن هیچ وقت یه شبه به دست نیومده. تمام اون لحظه هایی که دیدیم کسی از جایی شروع کرد و به موفقیت های بزرگ رسید، قبلش روزایی بوده که در دل شب از خودش میپرسیده آیا هنوز برای ادامه دادن وقت هست؟ آیا هنوز میتونم روی پای خودم وایسم؟ ولی چیزی که اونها رو از بقیه جدا کرد این بود که هیچ وقت تسلیم نشدن. اونا نمیدیدن که دنیا چطور در برابرشون قرار گرفته، اما میدونستن که هر چیزی با صبر و تلاش به دست میاد. و این مسیر رو تا جایی ادامه دادن که شاید خیلی ها قبل از اونها تسلیم شدن، اما اونا همچنان ادامه دادن. حالا تویی که الان داری اینو میشنوی، باید بدونی که همون مسیر رو پیش رو داری. تو هم درگیر مشکلاتی هستی که به نظر میرسن هیچ وقت تموم نشن. تو هم شاید حس میکنی گاهی از حرکت ایستادی و به خاطرش دست از پیگیری رویاهای خودت کشیدی. اما همون لحظه‌ای که فکر میکنی تموم شده، دقیقاً همون لحظه‌ای که تصور میکنی به آخر خط رسیدی، همون لحظه میتونه شروع یه تغییر بزرگ باشه. شاید باورت نشه، ولی در اون لحظات سخت، جایی که حس میکنی توان ادامه دادن نداری، قدرت واقعیت رو پیدا میکنی. قدرت این که بگی نه، من تسلیم نمیشم. حتی اگه امروز سخت باشه، فردا هست و یه روز جدیده. تمام اون لحظه های خستگی، تمام اون لحظه ها که فکر میکردی همه چیز به هم ریخته، همه‌شون بخشی از فرایند رشد تو هستن. بخشی از فرایندی که تو رو به جای میبره که امروز حتی نمیتونی تصورش بکنی. تو باید بدونی که هر روز یه فرصت جدیده، فرصتی برای شروع دوباره، برای قدم دیگه به سوی رویاهایی که به نظر دور و دست نیافتنی میرسن، اما در واقع همه چیز از همون قدم‌های کوچیک شروع میشه. اگه امروز یه قدم برداری، اگه امروز از جایی که هستی فقط 1 میلیمتر جلوتر بری، اون 1 میلیمتر میتونه یه روز تو رو به جایی برسونه که هیچ وقت تصورش رو نمی‌کردی. هر روز یه قدم کوچیک بردار، هر روز یه قدم به جلو بذار، حتی وقتی که خسته‌ای، حتی وقتی که همه چیز بر علیهت به نظر میرسه. همونطور که از یه بذر کوچیک یه درخت بزرگ میشه، از هر قدم کوچیکی میتونه یک موفقیت بزرگ به دست بیاد. همه ما برای رسیدن به هدفها و رویاهامون باید از مسیرهای عبور کنیم که شاید خیلی وقتا دلگرم کننده نباشه. اما وقتی به گذشتمون نگاه میکنیم، میبینیم که همونطور که هر اشتباه، هر ناکامی و هر شکست چیزی به ما آموخت، همونطور هم هر موفقیتی که به دست آوردیم از دل همون شکست‌ها و لحظه‌های سخت بیرون اومده. هیچ چیزی در زندگی بی دلیل نیست. هیچ رنجی هم بی ثمر نیست. همه چیز، حتی در دشوارترین لحظات، در خدمت رشد و پیشرفت ماست. پس از امروز اگر احساس کردی که توان ادامه دادن نداری، اگه حس میکنی که این روزا هیچ چیزی به کامت نیست، یادآوری کن به خودت که شاید الان هنوز نتیجه‌ای نمیبینی، اما ادامه دادن تو همون نقطه‌ای که هستی تو رو به موفقیت‌های بزرگ میرسونه. تو هر لحظه به رشد و پیشرفت نزدیکتر میشی، حتی زمانی که احساس میکنی هیچ چیزی عوض نشده. فراموش نکن، هیچ چیزی به سادگی به دست نمیاد، ولی هیچ چیزی هم غیر ممکن نیست. تو در درون خودت قدرت‌های زیادی داری که هنوز به درستی ازشون استفاده نکردی. وقتی به خودت اعتماد داشته باشی، وقتی بدونی که هر گام، هر تصمیم کوچیک و هر تلاش مهمه، دیگه هیچ چیز نمیتونه جلو تو بگیره. این پیامی که میخوای به خودت بدی اینه:
من قوی تر از اون چیزی هستم که به خودم فکر میکنم. پس من میتونم و ادامه میدم. امروز یه روز جدیده. روز جدیدی برای تلاش و پیشرفت. روز جدیدی برای قدم برداشتن به سمت رویاهات. پس بلند شو، نفس بکش و فقط ادامه بده. دنیای تو منتظر توه.